خواست تا با مولی خود برزنه در پیش شوی گولی خود. یک زنک شوش سوده بوده است. زنی فاحشه بدبخت یا رفیقم داشته است. یه روز بعد گناه شرط میکنه که ما در پیش چشم شوهرم قطعی همون رفیقم همخوابگی میکنم. تو همین اگر وقتی که همین جلباب حیا پاره شود بسیار بدبخت میشود زنک. پس به شوهر گفت زن ای نیکبخت من برای میوه چیدم بر درخت. در همین بین حولی درختی امرود بوده است. زنک سین شوش میگه که ما بالای درخت میبرم سبکترکم تا ای پایان بشتکم. مقصد میوه را میچینم و غلطیدگیش تا ای پایان جمع کنم. چون بر آمد بر درخت آن زن گریست. چون زی بالا سوی شوهر بنگریست. گفت شوهر را که ای معبون رد کیست آن لوتی که بر تو میجهد. بالای درخت برآمده پایان را نگاه کرد و گریه و فیغان برداشت. سین شوهرش گفت معبونش گلوبوی میشود. او لوتی او بدبخت که تو پریده است تو وزیری او چزم بغنوده ای ای فلان تو خود مخنث بوده ای و تو مرده گفته گرفتم ای میفهمیدم گلوبوی نمیگرفتم نگده شطاح زنی شطاح. گفت شوهر نه سرت گویی بگشت ورنه اینجا نیست غیری من بدشت. این مرده گفت پد بیوه تو دیوانه ای تو چی هیچ کنیست ایجا وقتم تو خام و هنر نداری کجا برامدی بفرو. میگه زن فرود آمد بر آمد شوهرش. زن کشید آن مول رو اندر برش. مرد وقتی بر آمد این خلاصه هم رفیقش فیرود کرده در همی تای درخت پورا سر کرده. شوش دیده است ای کو. گفت شوهر کیست آن ای روسبی که به بالای تو آمد چون کپی. شوش گفت خونه سوخته روسبی یعنی که فاحشه. کیه گفت اون میمون کیه تو را سمت کرده است. گفت زن نه نیست اینجا غیری من حین سرت برگشته شد هرزه متن. این بیوه گفت که هیچ کنیست. مقصد همین درخت یک خصوصیت داره که ای بولو یک کس در چشم دو کس میتونه خیال میکنی جماع کرده استی حیله روی و حضرت میگه راستبینی گر بدی آسان و زب مصطفی کی خواستی آن رازی رفت. اگر حقیقت حال فهمیدن که آسان میشید پیغمبر نازنین این دعا میکرد التجا میکرد از خدا که حقیقت برام آشکار کرد. پیامبری که هم علوم ظاهر خدا داده استش هم علوم باطن داده استش همه قدر التجا و التماس و دعا میکرد. گفت بین ما جزو جزو از فوق پس آنچنان که پیش تو آن جزو هست. این سیاست قایدش همیه برای بهترش در همین سیاست خوش نشوید. سیاست کاری سیاست مدارو این کاری نیست که در پریلیف بیدی کارو گپ زنی و دستری دسترخوان گپ زنی و چون مسئله نازک یا غیر مسئله بازی نیست. چی بسو مثلا کروی هست که همین سیاست مدارو به دهن هست میگیرد که 100 لشکر جهرو رو کرده نمیتونه. اما هر کس باید کاری خچت کنه. بعضا من هم یک گپی خوپلای او خلقیه کو مسئله اسقاط حمل تو زمانی که روح در بدن کودک میده مفهوم اگر به شرطی که مادر یگان آریزه داشته باشه یگان بیماری داشته باشه مثلا کم خونه یا فشار خونش بلنده یا پسته یا بعضیشون هم دردن یگان علت اگر مادر داشته باشه یا فرزندش به حد خورد باشه مایده باشه که مقصد غیر شیر مادر یگان چیز دیگر را نخوره. مقصد نان نوتریلون و این خاک بالا را نخوره شیر مادر را فقط بخوره. همه حالت ها در رخصت هست. زن مقصد با اجازه شوهر میتونه بگیرش. نه که اگر به شرطی که کودک علاقه مقصد 120 روزه شید یعنی زی روح شید روح در بدنش دویدن یا که مثلا همه عذرها نیست یعنی زنک اولا که میده نداره اینا بجای که کودک ولی 4 ماه هم نشیده است که زنک کودک میده نداره سلامتیش 100% درسته رخصت نیست در شریعت گرفته نمیشه گرفته. خیلی جدا تعداد شما؟ لبه؟ بعض خیلی جدا
اجازت میگم اجازت در صورتی هسته که زنک بیمار باشه همون زایدن براش زیان کنه یا که مثلا کودک معده داره احتیاج به شیر مادر داره همون کودک این طریق زمانو ده این طریق حالتو ده گرفتنش رخصت هسته برای فیگورا بدیشون حرام اگر بگیره اگر به شرط بعد 4 ماهگی برای فیگورا بگیره یا ای تاثیر از قروزی را بگیره مثل که آدم زنده را میکشن اون خیلی جنایت اگر تو 4 ماهگی را بگیره مکروهی تحریمی اگه نهگار میشه اصلا وسایل من حمل در شریعت رخصت هست خب شرط نیست که کار تو درجه را ببره همه آدمی که مثلا کودک معده داره به خاطر اون که همون شیر مادر میخوره و کمتر کلون وقتی معامله و مناسبت میکنه قطعی زنی حلالی خودش امکان داره که از همون وسایل منع حمل استفاده برن وسایل منع حمل رخصت به شرطی که دائمی نباشه موقتی باشه فرق نداره او زن سپیرال میمونه موقت یا که مردک ریفوله استفاده میکنه ولی اگر ریفوله میگیم در درجه میگیره و خاطر اون که بیشتری وقت این بدبخت همین زینوکورا ریفوله را استفاده میبرن هم مرده خشم میتونه که قطعی زنی حلالی خودش هم ریفوله را استفاده بره این مثال اگر خوفی او است که حالی کودک معده های همین تیز حامله نشود یک موقتا یک مدت مقصد همین را تنظیم کنه همین حالت ها در استفاده بودن رخصت هست از دو تا زن شیعه داره جو نه باید مکه داره که میدونش که میخوایش نمیشه آنجا نیست خورد که دختر دویمی میشود نمیشه دیگه حرام علی درست نیست نه به هیچ وجه وقتی که مطلق زنه که از زویوندن من میکنن اون گرهش میکنن یا میدوزن همون چیزوشه ها تروب کورا درست نیست 8 سالگی آدم میشه ده کردم که بزویم موقت رخصت هست دویمی اجازت نیست نیست ها قول نیست که چیما اگر باشه دیگه زنک یگان اوریزه داشته باشه این چینا دورم طاقت فقط میگیره شما سه طرف منطقه او به یگان شکل شبهه درست نیست به عذر که باشه اخی روحی طبیعی خشروی نوزنین زندگی درست میگه چی نکنیم ده همون وایرو نکنیم میگه اصلا کشور میگه به عقلا اخی کشور میگه میگه بگه اخلاقونه ورک آدم اصلا کشور میگه در عالم هستی بلیغتر بدیعتر از چیزی که خدا خلق کرده است یگان چیز تصور کرده نمیشه اگر خدای بزرگ هم راهی طبیعیش آفریده است خلق کرده است حکمت‌های داره که اوکی نمیفهمید همین پورا کردن این وقتی که اپراتسیا میکنی اکسترینی میشه این یک حالتی مقصد که چه بگم علاقه میشه ترسلا میشه در ارگانیسم همون زنک بخوای نخوای تاثیری بیزید میرسونش نارکوزش میتن نارکوز تاثیر داره نشون خوری طولی را میگه که همین فراموش خاطری ما حسابی هم نارکوزو مای 13 بار نارکوز اون دادگی اما نارکوز در سلامتی ضرر داره به یگان شک شبه فرامو تا چوب میکنن اوخمی دست در یک خور بزنه یا یک دسته که یک جوان کبو بری تو چند مدت همون میسوزه و اما شاید یک شرمی کنون پهلو میکنن یک بوده که کنون میگیرن اون نمیسوزه تو 3 بار زیاد ممکن نیست همون 3 بار موقعی اکسترینی واریانت ها این تنه که ایوی مسکی بگیرم باشی مردم به عقل از اون اساسی چی نداره این مقصد در 3 بار سوال کرد زنک 35 36 داوی چیل داره مثال اگر خیلی عقیده دوران که شد میشه خیلی میشه اگر همون تنگانی باشه اشتیران داشته چیکارش میکنیم هنر نداشته باشی چی فایده همه چیزی اون اساسی چون که مردی نیست از خنجر چه سود چه نباشه دل ندارد سود خوب آدمی که هنرمند وقتی شوری ها شرح میتن میگن خیلی امکان میشه اگه در 50 مرد در 50 زنک یا میگن هم مردکوی زنک قطوری هم به قطوری زنک شده مردی که ای بچه مانیکیور کنه پدیکیور کنه او دیگه چی کنه مردکش میمونه یا خیلیش به درجه دیگه نازک بلو نشید یا که از زنک ها در یا نازک شده دیگه